بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز. امروز دو مدل گل آوردیم، کاکتوس خرگوشی و گل سانسوریا. روش تکثیر و قلمه‌گیری از کاکتوس خرگوشی رو داریم، روش تکثیر و قلمه‌زنی از گل سانسوریا هم داریم. خب خاکی که ما نیاز داریم نصفش باید خاک باشه، 50% ماسه. اول خاکامون رو با هم مخلوط میکنیم. خب چون گل کاکتوس و گل سانسوریا تقریبا از خانواده های کاکتوس هستن، مصرف آبشون کمه و باید خاک ماسه‌ای بیشتر باشه. برای گلای دیگه شما میتونید از کود گل هم استفاده بکنید. تهش رو باید سوراخ کنیم که آب ازش رد بشه. اگه آب رد نشه ریشه گل گندیده میشه. خب ببین ما میایم اینجا رو، این گوشاش رو میبریم. درست شد. حالا yes. نصفش رو در اون خاک میزنیم. بین 10 تا 15 روز دیگه اینا شروع میکنم به رشد کردن. خب حالا میایم گل سانسوریا برعکس گل خرگوشی، اینو باید از ریشه در بیاریم. اینا چون پاجوش داره، آقای مهندس باید از پاجوشش در بیاریم. میدونید به همین صورت. این یک گل سانسوریا خیلی زیباست. و یکی دیگه ما در میاریم. گل سانسوریا میشه از برگش هم گرفت، ولی این مدلش فرق. ریشه‌اش هم پهن میکنیم. اینم یک گل سانسوریا خوشگل. یکی دیگه هم براتون بگیرم.
یکی این ته سوراخ داره، چون این گلدون سوفالینه میذاریم که آب قشنگ رفت آمد داشته باشه. و اینم نصف. بینندگان پیج باغبانی ما رو در یوتیوب دنبال کنن، اسکراب بزنن و زنگوله رو فعال کنن که برای عده بیشتری شاید نیاز داشته باشن دیده بشه. خب عزیزان توجه کنید، الان دیگه گلای ما تموم شد. حالا نوبت آب دهی. یه مطلب مهم اینا، چون گلای خانگی هستن باید تو خونه باشن، نیاز به نور مستقیم آفتاب ندارن. هفته یک بارم باید آبیاری بشه، یعنی باید بذاری گلدون خشک بشه، یه روز دو روز از خشکیش بگذره بعد آبش بدی. گل کاکتوس خرگوشی که از زیباترین گلاست آقای مهندس جودکی. بله. خب آب تموم شد. اینا تقریبا هفته یک بار باید آب بخورن. اگه زیاد بهشون آب بدی گلتون از بین خواهد رفت. با تشکر از همه بینندگان.